دکتر بزن بهادر، مدت هاست به دلم مونده در شروع یکی از برنامه‌مون یه پیشرفت پیروزی، خلاصه یه خبر خوبی داشته باشیم که بگیم و بخندیم، اما همیشه فقط در زمینه پسرفت پیشرفت‌های خوب داریم. فهمیدم چی میخوای بگی، تو حالا ساکت باش. من از یه فرعی دیگه بیام تو خیابون اصلی و برنامه رو یه جای دیگه با یه سوال استراتژیکی شروع کنم. ابر استراتژیست چند حرف داره؟ اگه پیدا بشه حرف نداره. آفرین بر تو، آفرین. آفرین. دکتر اینم اضافه کنم از همین اضافه کردنات میترسم. نظام با وجود ابر استراتژیستی مثل شما بازم بلا نسبت مثل چی تو گل گیر کرده. نمیخوام نفوس بد بزنم، اما اوضاع با سابق خیلی فرق کرده. از زمین و آسمون بدبختی میباره. تو میخوای میدونم دوباره ردیف بکنی و از بدبختی انتخابات تا آمریکا بگی و از توپوزی که تو سوریه خوردیم و مردن حاجی رفسنجانی و فسادهای رو شده و رو نشده جریان پلاسکوپ. آره دیگه دلم گرفت بس که همه جای نظام داغون آیه. ببین همیشه میفهمودم بزن بهادر عرض میکردم، بله میفهمودن که مریضه گاهی دکتر همه جای بدنم در و داغونه، از این نوک پام تا فرق سرم انگشت که بهش میزنم دادم میره هوا و از درد به خودم میپیچم. دکتر اینو قبلا گفتین، دکترم بهش گفت آخه انگشتت شکسته، خب به هر جا بزنی درد میکنه. روشن شد. ده نده، تو چه ساده هستی، بذار کلاه خاموش کن تا یه چیزی وسط یاد بگیری. این دفعه حرف مریضه درسته نه دکتر، کل بدنش از نوک پا تا فرق سر در و داغون و شکسته. اما بالاخره نظام باید بتونه یه صدای از خودش در بیاره. قبلا جلو مانور استکبار نظام هم یه نقی میزد، 4 تا قایق تندرو گشت میزدن، ولی حالا بلا نسبت حال واقفات کردن هم نداره. خوش به حال رفسنجانی که مرد و این روزه رو ندید. عین پدر بزرگ مرحوم من در خواب آرامش، نه مثل مسافرای اتوبوسش تو وحشت و اضطراب. اگه به اون میگی خواب و آرامش، تو هم خودت یه چیزی میشه. آقاسی که شد، رد صلاحیت که شد، دلپیچه بعد از 88 هم که از 88 به اینور با عظما دوتایی گرفتار شدن. ولی حالا برش کن، بری سراغ عظما که اوضاعش وخیم‌تره. دکتر چرا مقام عظما دوباره زبونش بند اومده؟ فکر بسیجی بدبخت رو نمیکنه. یه بارم که لب از لب باز کرد گفت باید صبر و انتظار داشته باشیم. دولت جدید آمریکا مثل هندونه دربسته است، نمیدونیم توش چی در میاد. ما که تا حالا میگفتیم میدونیم تو شیطان بزرگه، حالا منتظریم که یه چیز دیگه ای در بیاد. ببین درستش این بود که میتونستیم یک اقتدار درست حسابی نشون بدیم، یک مانور گنده تر از مانور اونا را بندازیم، شاخشونه گنده تر و قوی تر از بال اونا بکشیم، تهدید بکنیم، التیماتوم بدیم، خلاصه جای نفسکش برای کسی باقی نذاریم. عالی شد عالی شد آی دکتر، همینو میخوام آی دکتر. زدی به خال. همون استراتژیست همیشگی. به مناسبت دهه فجر یکی مانور آتشین راه میندازیم. بزن کنار کس صدای ضبط تن بیار پایی که خیلی خطریه. دارم میگم اگه از این زورا داشتیم خوب بود. تو چرا درت آب میفته؟ آرهو بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردم، بله میفهموندن مشنگه پسرش گم شده بود، رفت کلانتری. افسر نگهبان گفت مشخصات پسرتون چی بود؟ مشنگه گفت مشخصات چیه؟ افسر گفت ببین مثلا پسر من قدش بلنده، هیکل ورزشکاری، باهوش، شاگرد اول. مشنگه گفت خوبه همینو بدین. روشن شد یا همچی بذارم که بری سراغ افسر نگهبان. یه جمله وسط بهت میگم و تمام، سوالم دیگه نباشه. رو اره نشستی که نتونی بری جلو، نتونی بیای عقب. خودم نه، ولی مقام عظما رو دیدم که نشسته. آباری کلا. یا گردنکشی و روداری که میخوره تو پوزش، یا دنده عقب استراتژیکی که اصلا پوز براش نمیمونه که چیزی بخوره توش. آره یعنی بکشی بیرون از عراق و سوریه و یمن و عجب فضاحتی شده. بهتر نبوده آی دکتر به جای ای که وقتی همه دارن نگاه میکنن ماسا رو کیسه کنیم قبلش یک کمی خلاصه با راهنمودای شما. تو هم اینقدر من کردی و پیچوندی که اصلا حوصله همه رو سر بردی. طرف میخواست به توریست خارجی آدرس 33 پلو به زبون انگلیسی بده. انقدر داغون انگلیسی صحبت کرد که آخرش توریسته برگشت به فارسی. بهش گفت داشت نخواستیم
بی خیال. خسته شدیم بس که مقام عظما و دم دستگاهش یه هارت و پورت کشتی کردن، بعد شکر خوردن. این مرض های دکتر درمون نداره. نه خیر درمون نداره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه رفت دکتر گفت من هر جا پول و طلا جواهرات میبینم زودی میدزدم، بعدم خیلی پشیمون و شرمنده میشم. دکتر روانپزشک گفت باشه یه کاری میکنم که دیگه دزدی نکنی. مریضه گفت نه اومدم که یه کاری برام بکنی که دیگه پشیمون و شرمنده نشم. یعنی آی دکتر همه تو نظام خفقون بگیرن و جیک نزنن؟ اون که بله، ولی من دکتر عظما هستم، برای عظما نسخه میپیچم نه برای هر پاسدار بسیجی. که مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن یارو شترشو که کند را میرفت برد تعمیرگاه شترا، تا داستان رو تعریف کرد اون تعمیرکاره به شاگردش گفت اصغر شتر ببر رو چال. شتر رو بردن رو چال سرویس، یه قیچی آوردن یه تیکه گوش شتر رو بریدن. آقا شتر 4 نعل شروع کرد به دویدن. یارو گفت حالا با این سرعتی که این داره میره من بدبخت چطوری بهش برسم؟ اون تعمیرکاره دوباره برگشت گفت اصغر آقا رو ببر رو چال. آیه دکتر احساس میکنم با این وضعیت تیر و تاری که از همه طرف مقام عظما رو محاصره کرده فقط یه راه جلو مقام عظما موده، اونم اینه که خودشو بکشه. نه خیر اشتباه میکنی، از این حرفا نزن. اصلا وقت خودکشی ایشون نیست، مواظب حرف زدن باش. من خودم به ایشون توضیح دادم که همیشه برای خودکشی زوده، یه کمی صبر بکنین، اوضاع از اینی که هست بدتر هم میشه. آیه دکتر شما مقام عظما رو کردی شتر تعمیری، بعدم یه تیکه شتر تعمیری از خدات باشه، تو که کشتی، تو که گفتی خودشو بکنه.